بهترین راه برای جابجایی تو دبی استفاده از متروه. هم ارزون در میاد، همین که به همه جا دسترسی داری. توضیح کاملش رو اگه به کارت میاد توی پست برات میذارم. متچه روی لامبورگینی چیزی اجاره کن. سینگل تریپ ما میزنیم گل یا رگولار. گل ما میزنیم. حالا مپ ما میزنیم که ببینیم از چه استیشن میخوایم چه استیشن. الان اینجا زره سلکت استیشن یو وانت تو ترافل تو کجا میخوای بری؟ کیبورد خلیفه دبی ما میزنیم 14 داره. الان این روشن شد که پول نقد بگیره، بعد زد کریدیت کارت، با کریدیت کارت پرداخت. تیکتی که بهمون داد این که گلد نیست. خب اینجا به این صورت میزنیم و باز شد و بریم تو پله هایی که میایم بالا. میایم قسمت اون آخرش میشه نقره‌ای، اینجا هم اول مترو میشه گلد. اگه مترو اشتباه دست سوارشی 100 درهم جریمه شه. بعد بعضی وقتا هم رندوم یکی میاد چک میکنه. تا کجا قراره بریم؟ تا بود. پیاده‌شین کارت رو نندازیم به خاطر اینکه حتما باید کارت بزنید وقتی میخواین بریم. مترو هم به این صورت لاین داره که بتونید سریع بریم.